Más claro, no cantó un gallo. Gobierno de Irán señaló que Estados Unidos viola flagrantemente el derecho internacional con sus acciones en el Caribe, denunciando presiones contra gobiernos independientes. Escuchemos. کلاً اقداماتی که آمریکا در کارائیب در این چند ماه مرتکب شده، تشدید فشار علیه یک دولت مستقل عضو سازمان ملل متحد با هدف اعمالی مداخله برای تغییر حاکمیت اون کشور با همه اصول و قواعد بین المللی در تعارض هست. به نوعی یعنی انحلال و اضمحلال همه قواعدی است که در این 8 دهه مبنای زیست جامعه بین المللی بوده، بنابراین باید از طرف همه دولت‌ها محکوم بشه. جمهوری اسلامی ایران حتماً در برابر هر گونه تعرض و تجاوزی به منافع ملیش واکنش مقتضی رو به نحوی که خودش تشخیص میده نشون خواهد داد.